بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان گرامی، امروز صحبت اولا برای خودم است، سپس برای تمام برادران اهل ایمان است و البته هر آن چیزی که در این صحبت ها میگوییم البته این معنای آن را ندارد که ما خوبتر هستیم یا ما از شما افضلتر هستیم. هر سخنهایی که میگوییم اول این برای خودمان است، سپس برای دوستان ما است، از باب امر معروف و نهی منکر. الله تعالی در سوره بقره آیه 44 میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. خداوند در اینجا گفته ایستاده است که شما مردم را چگونه به کار نیک امر میکنید در حالی که خود را فراموش میکنید و در حالی که شما کتاب را تلاوت کرده ایستاده اید. اینجا الله سبحانه و تعالی یهود را گفته ایستاده است که شما تورات را میخوانید، آیت های تورات را میخوانید و مردم را به کار نیک، هر آن کار نیکی که در تورات آمده است شما مردم را به آن امر میکنید، ولی شما خود نفس خود را فراموش میکنید، به آنچه که میگویید عمل نمیکنید. افلا تعقلون؟ آیا اندیشه نمیکنید؟ آیا عقلی که خداوند برایتان داده است آن عقل را کار نمیفرمایید؟ گویا الله سبحانه و تعالی هر آن نفری که امر معروف یعنی مردم را به کار نیک دعوت میکند و به آن عمل نمیکند، گویا آن نفر به مانند عالمای یهود تشبیه کرده ایستاده است الله سبحانه و تعالی و گویا آن نفر نمی اندیشد و عقلی که خداوند به او داده است آن را استفاده نمی برد. و همچنین الله سبحانه و تعالی در دیگر آیات فرموده است: یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. یعنی الله میفرماید ای آنهایی که ایمان آورده اید. خطاب به کی است؟ به ما است، اهل ایمان. الله میگوید ای آنهایی که ایمان آورده اید، برای چی آن چیزی که میگویید به آن عمل نمیکنید؟ کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. در نزد الله سبحانه و تعالی این کارتان بسیار سخت ناپسند است و الله سبحانه و تعالی بسیار خشمگین می شود از این کار شما. آن چیزی که میگویید و به آن عمل نمی کنید سبب خشم و سبب غضب الله سبحانه و تعالی می شود. و کبر مقتن، مقت معنای مقت در زبان عربی خشمگینی زیاد رو و بد دیدن زیاد رو در زبان عربی مقت میگویند که الله در اینجا استفاده برده ایستاده است. یعنی بسیار غضب الله را میبیارد این کار شما. و ببینید که پیامبر صلی الله علیه و سلم جزا و کیفر آن نفری که مردم را به کار نیک دعوت میکند و خودش نمیکند و مردم را از کاری بد باز میدارد و خودش همون کاری بد را اجرا میکند، جزای او چی میشود روز قیامت؟ اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنهما از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنند که میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم را شنیدم که چنین میگفتند: روز قیامت یک مرد را آورده میشود، یعنی ملائکه ها یک مرد را میبیارند، فیلقا فی النار، با آتش جهنم پرتافته میشود، فتندلق اقتاب بطنه، نعوذ بالله، شکمهایش کفیده، روده هایش به بیرون میبراید. از روده هایش گرفته چنانه که خر در گرد سنگ آسیا چرخ میزند، آن مرد را همچنین در آتش جهنم از روده هایش گرفته ملائکه ها دور میزنند. فیجتمع علیه اهل النار، تمام اهل دوزخ به گرد او میبیند و جمع میشوند، میگویند یا فلان مالک، ای فلان چی و تو چی شد؟ آیا در دنیا امر معروف و نهی منکر نمی کردی؟ ما را به کار خیر دعوت نمی کردی؟
و آیا ما را تو از کارهای بد باز نمی داشتی؟ در جواب میگوید بله، کنت آمرکم بالمعروف ولا آتی، من امر معروف میکردم، شما را به کار خیر دعوت میکردم، اما خودم آن را اجرا نمیکردم. و شما را از کار بد باز میداشتم، ولی خودم هر شب و هر روز آن کار بد را اجرا میکردم. نعوذ بالله. متفق علیه. این حدیث در صحیح بخاری و در صحیح مسلم روایت شده است. ببینید چقدر وزنین و بد است جزای آن نفری که امر معروف و نهی منکر میکند ولی خودش به گفته هایش عمل نمیکند. و این حدیث واقعا یک قصه دارد. چنانه که گفتیم این را اسامه ابن زید رضی الله عنهما حب رسول الله میگویند، یعنی از همه شخص محبوب ترین به رسول الله صلی الله علیه و سلم که اسامه پسر زید بودند رضی الله عنهما روایت کردند. اسامه ابن زید به نزدشان یک چند نفرها میگوید ای اسامه، عثمان ابن عفان رضی الله عنه خلیفه بودند، میگویند شما خلیفه را کمتر نصیحت نمیکنید، امر معروف نمیکنید؟ اسامه ابن زید رضی الله عنه میگویند آیا هر نصیحتی که من به امیر المؤمنین و عثمان رضی الله عنه هر نصیحتی که میکنم باید شما را شاهد بیارم و باید شما را شنوانیده نصیحت کنم بر خلیفه؟ قسم به نام الله که من به نزدش رفتم و نصیحتش کردم و بعد از آنی که من از پیامبر صلی الله علیه و سلم یک حدیث را شنیدم، هرگز من نه امیر و نه یگان نفر را تملق کاری نمی کنم. خواه امیر است، خواه دیگر نفر است، والی است، خلیفه است، کسی که باشد تملق کاری نمی کنم و سخن حق را برایش بیان می کنم. گفته و این حدیث را الله از آنها راضی باشد روایت کردند. و دعا کنیم که الله حق سبحانه و تعالی اولا بنده را و ثانیاً تمام اهل ایمان را هر آن چیزی که میگویند به آن عمل کردن، یعنی سخن با عمل مطابق شدنش، خداوند موفق بگرداند تا نوارهای آینده. الله یار و مددگارتان باشد.